6. چگونگی کمک سپاه قدس به شورشیان در عراق و طالبان در افغانستان و اسامی تعدادی آمریکایی که جاسوس ایران هستند که من تا اون موقع اصلا یه همچین چیز رو اصلا نشنیده بودم. در اینجا بود که آقای پاول خندید و گفت پس شما کل ایران را با خودتان آوردید آقای متی؟ و ایشون در پاسخ گفت بله. سپس پرسش ها دقیق تر شد و متی در تمام طول گفتگو اعلام میکرد من 50% اطلاعات رو میدم، به محض ورود خودش و 25 نفر از خانوادهش به آمریکا مابقی اطلاعات را میدهد. که البته آقای پاول گفتن اگه جونتون در خطره در داخل سفارت به شما اتاقی میدیم با خانم و بچه هاتون تشریف بیارین اینجا بمونین تا کاراتون حل بشه، که ایشون قبول نکردن این موضوع رو و با هم من مونده بودم که چرا یه همچین موقعیتی رو آقای متی که جونش در خطره و زن و بچه‌ش رو میخوان بکشن چرا یه همچین موقعیتی رو قبول نمیکنن ایشون. آقای پاول مأمور ارشد سازمان اطلاعات آمریکا گفت ایشون گفتند به ما فرصت بدین که اطلاعات و شخص شما رو باید بررسی کنیم و ما برگشتیم. در جلسه بعدی آقای پاول پس از سلام علیک با ایشون گفتن آقای متی ما اینجا هستیم که حقیقت را بشنویم و شما همکاری کنید. درست است؟ متی گفت بله. سپس مأمور سیاه به متی گفت شما در سال 1999 با شوهر خواهرتان به سفارت ما در آنکارا آمدید و اعلام کردید اسنادی را که فلاحیان به شما داده به صورت امانت و برای بقای خودش از ایران خارج کردید و مقداری اطلاعات از اوضاع وزارت اطلاعات به ما دادید و در برابرش پول گرفتید و شوهر خواهر شما را به خواسته شما به همراه اطلاعات به مکانی امنی فرستادید که آن جناب سردار سرتیپ متی موقعی که آقای پاول این مسائل رو گفتن با علم و اشاره و بعدش دیدن من متوجه شدم خیلی ناراحت شدن و گفتن این مسائل محرمانه بوده نباید شما میگفتین و ایشون گفتن شما مگه به آقای بهرامیان اعتماد ندارین؟ که خلاصه ایشون ناراحت شدن که چرا آقای پاول این مسائل جلوی من گفتن و شما اون موقع خودتون رو سرهنگ 2 معرفی کرده بودید و از شما خواستیم دروغ نگین چون ما اطلاعات زیادی داریم و شما را به خاطر دروغ پردازی از سفارت به بیرون راهنمایی کردیم. آیا این درسته؟ که متی گفت نه من چیز دیگری میخواستم و رابط ایشون شخصی بود به نام باب در همون سال 1999. به هر شکل به ایشون گفتن فقط ما در خصوص عماد مغنیه از شما اطلاعات میخواهیم و پس از تایید اعلام میکنیم که چه ایشون موقعی که صحبت آقای پاول با آقای سردار سرتیپ متی بود آقای پاول فقط بیشتر در خصوص عماد مغنیه خیلی اطلاعات سردار رو جالب دونست و بقیه رو زیاد بهش اعتنایی نکرد و خیلی مایل بود که از جناب عماد مغنیه ایشون صحبت کنن چون ایشون میگفتن من به عماد مغنیه تعلیم دادم و رفیق نزدیک من بوده و حاج عماد میگفتن و نمیدونم جوری که مثلا با هم دیگه خیلی نزدیک بودن خیلی. خلاصه پس از تایید اعلام میکنن که چه میزان همکاری با هم بکنن و
آقای مهدی خیلی ناراحت شد که من این مسائل رو اصلا نمیخواست این مسائل رو من وارد بشم و بدونم که چه مسائلی بوده، که چه اطلاعاتی بوده که شوهر خواهرشون داشتن و تمام این مسائل باعث شد که بعد از خروج ما از سفارت و قرار گذاشتن برای دفعه بعد، موقعی که من وارد هتل هالیدی این شدم و میخواستم از آسانسور میخواستیم بریم بالا، آقای مهدی گفت اینا نمیخوان ما رو ببرن آمریکا، پس پول بدن به ما، بهشون بگو. من تماس گرفتم و قرار بعدی رو گذاشتیم که این مسائل رو دوباره صحبت بکنیم. شبی که قرار بود بریم سفارت، من تو لابی هتل رفته بودم برای این آقا کلاه و پیرن و شال و تو اون هوا میگفت منو نشناسن، یه موقع فیلم برداری میکنن منو شناسایی میکنن. داشتم برمیگشتم هتل، تو لابی هتل نزدیک 200 نفر مسلح با یوزی و کلت و بیسیم تو لابی هتل بودم. من شوکه شدم، گفتم این همه پلیس چی شده تو این هتل؟ و میخواستم با آسانسور برم بالا، 2 نفر با بیسیم و اسلحه به من گفتن شما اردشیر بهرامیان هستی؟ گفتم بله. راجب چی کار؟ گفتم بیاین سر وسط هتل رئیس امنیت بانکوک نشسته بود با 5-6 نفر مسلح که داشتن از این آقا مراقبت میکردن وسط هتل هالیدی این، وسط لابی. و من نشستم، به من گفتن اصلا من مونده بودم، کارتشو به من نشون داد و گفتش که امشب میخواستن شما رو بکشن، به قتل برسونن. و من شوکه، همین الان هم شوکه هم که چطور شما به کسی که میخوای کمک کنی یه همچین نقشه‌ای رو برای شما بکشن که بخوان شما رو تیکه تیکه کنن. توی خدا پدر مادر امنیتی های بانکوک و بیامرزه که اینو فهمیده بودن. و من تماس گرفتم با آقای آنتون در سفارت و بهشون گفتم ایشون نزدیک 20 دقیقه با رئیس امنیت بانکوک صحبت کردن و گفتن این مسئله رو دوستان عزیز، من حتی صدای صوتی سردار سرتیپ مدحی رو دارم که به من میگه موقعی که شما از تایلند خارج شدین 50 تا پلیس CIA و 100 تا پلیس تایلند ریخت تو هتل هالیدی این و ماها رو دستگیر کردن و گفتن شما بهرامیان رو کشتین و تا مطمئن نشدن که من از تایلند خارج شدم اینا رو آزاد نکرده بودن. و من اینو صوتی صحبت خود سردار مدحی رو دارم که اینو ادعا میکنه که این مسئله پیش اومده و اونا رو دستگیر کردن.